دوستان عزیز، قبلا همه شما را با این رخدادی واقعا بسیار نظررس و مهمی فرهنگی و ادبی و علمی مبارکباد میگویم و از نام ریاست اتفاق نویسندگان و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان مشخصاً و نشریات معارف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اظهار منتداری میکنم. همین دیگه نبود ما یک گروه از آزمان فروغ صبح دانایی برگشتیم. جنبست دوره سیوم بود، منطقه رشت و در اونجا هر اشتراکچی رویخط کتاب‌های خوانده‌اش را پیشنهاد میکند و من توجه کردم که در اون رویخط آخرین سنه چاپ کتاب‌ها سالهای 80 است. اول 80 یا آخر 80 است. بعد سبب پرسیدیم. سبب همون چیزی هست که به هممون عیان است. کتاب‌ها بعد تقریبا 30 سال باز کتاب‌های زیاده و گوشه‌های دوردست تاجیکستان بخصوص به شهر و ناحیه‌های دور ما دسترس نمی‌شوند و بچه‌ها همون کتاب‌های را استفاده می‌کنند که در کتابخانه‌شان از اون زمان‌ها مانده است و یک فنیم تا شاید به یگان واسطه به یگان راه از کتاب‌های این زمان دسترس کرده و در آزمان استفاده کرده باشند. از این نظر هم چاپ 30 جلده ادبیات 100 سال آخر تاجیکستان بسیار مهم است و من گمان میکنم که خود همین سلسله یک کتابچه کوچکی هر یک کتابخوان شده میتواند، هر یک مخلصی کتاب شده میتواند و در زمان قحط کتاب گمان میکنم که یک تحفه بسیار ارزنده است و مهم این است که این کتاب‌ها و دورترین گوشه‌ها و دورترین دهه‌ها روستاهای ما برسند، دسترسی بخصوص بچه‌ها شوند. امروز یک گپ سر زبان شده است که انیس کنج تنهایی تلفن است. من باور کردم که در همین آزمان فروغ صبح دانایی که این خیر نیست. انیس کنج تنهایی همانا کتاب است. کتاب خوب است و اینقدر کتابی که بچه‌ها خواندن پیشنهاد کردن، اینقدر شعری که از یاد بدانم فقط باعث خرسندی شده میتواند، فقط باعث افتخار ما شده میتواند که بررغم اینقدر دشواری‌های معیشی و اجتماعی و مادی و نمیدونم چی، بچه‌های ما، فرزندای ما، نسل نورس ما باز هم به کتاب توجه بسیار دارند و این از برنامه فرهنگی دولت ما، راهبر دولت ما برمی آید که کتاب یکی از واژه‌های مهمترین آن است. مهمترین برنامه فرهنگی دولت ما است و من باور دارم که من بعد این خیلی برنامه‌های جالب، این خیلی لایحه‌های جالبی طبع و نشر ادبیات هم کلاسیکی ما و هم ادبیات معاصر ما باز هم از جانب اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، از جانب وزارت معارف و علم، از جانب وزارت فرهنگ راه اندازی می شود و ما در اتفاق نویسنده‌ها همیشه تیاریم که برای تهیه و تصحیح و پیشنهاد این کتاب‌ها مساعدت کنیم. باز بار دیگر مبارک شود و آرزو میکنیم که این کتاب‌ها به هر یک ما دسترس باشد و زیر کتابخانه هر یک ما گردد.